السلام علیکم هموطنان و همشهرهای عزیز. ما حوزه شهری خراسان قرار داریم. اینجا من درختای و یاش بود چورماق بیاد. درختای چورماق خوش حوصلش نقص. من اینجا همش رفتش که چورماق بود. چورماق یاش آلو آلو رفتش که آلو چورماق زور بود. نمی لوی دای روشن دادن. اینش آلو منه. نه آلوش منه. آلو منه شغلک. من آلوش عبور مازش هم پیش خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. آلوش مازی. آوری استاره بونه. آوره نبدانه شاید کند کم. تروشش پیام بسیار نیونه. درختی چورماق شغلک هفتگی منه. دو هفتهش که اینجا همه چورماق زور بوده. چورماق و الا دایره نزدیک آلو بسیارش. نازو خدا آگاه خواهد پزده آمدیم بینیم پزد وقتی پخته کشنده آمده خورده دیده ویدیو که میفته یا درخت آلو چیستی غواره باید خورید خواه چیستی غواره خورزگی باید از افقات کتی ایکم آوشه شوربه شهرچکنی خورید هزی بامده نمک همین نمک اینجا آلو کتی چورماق زور بود است من آلو شغلک کردگی من اینجا همش درخت آلو من اینجا آلو و این همش آلو بود است من پیشتش هنگی چورماق اینجا همش من اصلا رفت است که چورماق آلو بود است انا با درختی زرد آلو بود است اینجا من راسته درند انا اینجا تا خالص شده است اینجا باران بسیار شد انا زور بود است غوره منه کراسته درنده این لبی همی دایره پوری زردالو زور بود است این لب زردالو طرفی اولاب آلوی سیبو وای بود چورماق بود این لب زردالو بسیار است منه زردالو شونی خیلی شرافت من همه جو شیشه حالا اصلی شب با باندی منه شهر این کراسته درنده کراسته رسیه نه غوره منه غوره اینم این کراسته درنده منه غوره زردالو هم یافتی منه آلوی گیلاس یافته بودیم اکو زردالو یافتی منه شغلک کردی بود است منه همینه یک خبر گیریم چی پزدچی چی خیلی میپزد دو هفته های دیگه می بعد یک هفته بیم چی خیلی میشد